درود به همگی. میخوایم ببینیم که چطور از چت جی پی تی میتونیم استفاده کنیم برای مصاحبه های شغلی و تهیه رزومه. خدمتتون عرض کنم برای یه پوزیشن شغلی کارشناس ارشد تبریز توی یکی از شرکت‌های داخلی بنده اقدام کردم و نتیجه کمک‌هایی که از چت جی پی تی گرفتم رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. چت جی پی تی رو باز میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که اول یه سوال ازش پرسیدم که در خصوص شرکت فلان اطلاعاتی میخوام که اومده. ببینید یه اوورویو از شرکت بهمون داده، حوزه فعالیت ها، استانداردها و گارانتی، توسعه بازار و همکاری بین‌المللی و اطلاعات تماس و حضور آنلاین. وبسایت رسمی شرکت رو به من داده، در شبکه‌های اجتماعی و لینکدین رو اینها رو لینکاشو به من داده. بعد یه سوال ازش پرسیدم این شرکت در چه زمینه فعالیت میکنه که حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت رو ببینید به شما میده. قبل از مصاحبه شما میتونید این اطلاعات رو در خصوص هر شرکت ایرانی از چت جی پی تی عرض بکنید، حتی هدف شرکت رو هم میده. بعد من ازش پرسیدم که یک فرصت شغلی جهت کارشناس ارشد فروش تبرید بهم در این شرکت پیشنهاد شده. بعد اومده گفته عالیه، پیشنهاد شغلی برای کارشناس ارشد فروش تبرید در این شرکت میتونه یه فرصت خیلی خوب باشه. تحلیل فرصت شغلی رو انجام داده، مواردی که باید بررسی کنی قبل از پذیرش رو بهت گفته. بعد گفته اگر دنبال رشد در این صنعت هستی چه کارهایی رو انجام بدی. بعد گفته میتونم یه رزومه کاور لتر حرفه‌ای هم برات درست کنم. بعد چون این شرکت در خصوص تجهیزات تبرید بوده، ازش پرسیدم در خصوص تجهیزات تبرید این شرکت چه چیزایی رو تولید میکنه، که مثلا ببینید اومده اطلاعاتی داده: کمپرسورها، موتورهای جارو برقی، گاز مبرد و غیره و جمع‌بندی از قابلیت‌های تبدیل. بعد یه سری اطلاعات فنی تر ازش خواستم، مثلا گفتم اطلاعات فنی کمپرسورها رو میتونی به من بدی. همونطور که میبینید به صورت جدول کامل اطلاعات و نکات مهم رو به من داده و چند تا سوال فنی هم ازش پرسیدم که به صورت جدول و اطلاعات به من داده که اینا رو سریع رد میکنم. و تو آخر این فایل ازش خواستم که یه تمپلیت یه رزومه به من بده که اون رو هم داده و خروجی فایل وردش رو هم به من داده.